و در ادامه خب اینجا بودم که this like revelation، مثل یه الهامه. خب as he would communicate with me the words would infuse into me. همونطور که با من ارتباط برقرار کرد کلمات به من سرایت میکرد، نفوذ میکرد. یعنی there is no need to use the language, the words. خب you can feel something. نیازی نیست که تو از زبان استفاده کنی. بعضی وقتا تو یه چیزایی رو حس میکنی. You feel it deeply, deep down inside. یعنی درونت حسش میکنی. اینم همینو میگه نیازی نبود که communicate کنیم، ارتباط بگیریم توسط words، کلمات. خب the truth of what he said. So it was like that instant realization. Oh yes, that's true. So it felt like he was experiencing what I knew to be true. At that time he was also showing to me my life. میگه داشت زندگیمو به هم نشون میداد. خب he was showing me by example. با مثال داشت نشون میداد. It shows a scene of me crying. صحنه ای از من که داشتم گریه میکردم و نشونم داد. You know you're not your emotions. میگه که تو احساساتت نیستی. داشته میگفته که you're not your emotions, you're not your thoughts. تو احساساتت نیستی، تو افکارت نیستی. You're not defined by your struggles. تو با استراگل یا تقلاهات تعریف نشدی، یعنی تو جدایی. You're not your body, you're not your mind. تو بدن، تو ذهنت نیستی. خب امیدوارم که این به دردتون بخوره، ولی بازم خب ادامه داره ولی خیلی طولانیه. اگه خوشتون اومد میتونید لایک کنید و کامنت بذارید که مثلا خوشم اومد تا ادامه داستان رو براتون تعریف کنم.